این صبح به اداره سامانه اویلا یک زن مراجعت کردند که بسیار جبر و جفا، عذاب و شکنجه های زندگی را با چشم خود دیدند. بیاید قصه زندگی این زن را از زبان خودشان بشنویم. شما را چی وادار ساخت که به سامانه ما اومده مراجعت کنید؟ من مثال شوهرم مثال به من کمک نمیرسوند، مثال یاری نمیکنه. مثال مدتی 2 سال میشه که من در خانه مادرم زندگی میکنم. یگان بار سراغ و پیمان آمده است. برای فهمتر شدن شما میتوانید که همون رفت زندگی خود رو به ما قصه کنید. چگونه شوهرتان که اویلا شدید؟ کدام سال اویلا شدید؟ صاحب چند فرزند هستید؟ ما 23 فوریه با همراه شوهرم با اینا برپا کردیم. مثال مدتی 8 ماه زندگی کردیم. ما وقتی که فرزند من در بدن من غلطید خشت منم راضی نبودن که فرزند تو با ما در کار نیست. با من پول دادن و با ماشینی روان کردن. دندان درد شدم اومدن دندانم رو توبت کردم. مادرم و همراه شوهرم زنگ زدن گفتن که مثال زنت رو دندانش رو توبت کردم بیا بر. گفت که رفته اومدن هر روز حواسک است بیست از گفت یک بار تولد کنم بعد میبیام میبرم. دیگر هم تر نه سراغ کرد نه پای کرد. من مثال در برنیسه غلطیدم. مثال من رو اپراتسا کردن زنگ زدن مثال او رو تکلیف کردن اون نیومد. همون وقتی دخترچه شما به دنیا اومد بله. به خبرگیری به عادت شما ناومد. در همین مدت زندگی شما یگان بدبینی از طرف خوشتومانی که از طرف شوهر نسبت شما بود؟ از خوشتومانم بود از شوهرم نه. انا همون بدبینی که در دل خوشتومانتان پیدا شد از کدام سبب بود؟ مادر من به خانه شوهرم به خانه خوشتومانی من میرفت. وقتی که شوهر من به پیش مادر من اومده میشید خوشتومانم بسیار چپ میگرفت. میگفت که مثال تو بچه من نمیمونی که مثال بیاد پیش من بشیند. مادر تو بیاد فرزند من میرد پیش مادر تو با میشند و وقتی که بچه من پیش من میبیاد تو بچه من رو میگیری به جگای خوب میبری. یعنی که رشک میکردن؟ بله نمیمون. شوهرم یکم زنش جدا شدگی است با یک فرزند. شما یعنی که زن دوم؟ بله. از من هم یک دختر دارم. با عیادت دخترش تیز میوید؟ با عیادت دخترش نه. یگان وقتی مثال پیان شود بعد در وقت پیانیش دختری من با یادش میزند. من خودم مثال دو کردم او رو به سود فایرود کردم. همه رو هم او رو مثال کمپیلی مادرم کتی رفتیم. شوهرم گفت که من مثال دو تا آدم اینوالید دارم. مثال پدر و مادر من اواری کردگی هستند. اونها چگونه به صدمه غلطوندن؟ کدام خوشتومانتون گفته گذاشتید که صحت سلامت بود؟ صحت سلامت بودن. وقتی که آنها به عیادت مادرشان در خوابشان میدونن به عیادت مادرشان مثال میروند میگویند که مثال خوشتومان کلان شما؟ بله به عیادت خوشتومان کلان میرن میگوید که اگه چی میکنیم خیر میکنیم که میروند که همین خواب دیدگیشون در خودشون میبرند. یعنی به صدمه گرفتار شده؟ بله به صدمه دچار شده در برنیسه میغلطن. در حالت وزنی؟ بله در حالت وزنی. ماشینشون پول پچق لچق میشه. ماشینی مثال شوهرم خودش ماشین داشت ماشین شوهرم گرفتن. هیوری میدکی هم مثال ماشین داشت ماشین او رو گرفتن. مثال اون مردک که مثال آدمی که مثال به صدمه دچار کردن اون طلب کرد که چیزایی که مثال از من بود برگردونم. گفته اینا ماشینشون در همون آدم دادن. آن همون حالتی که شما فهمید که خوشتومانتون به صدمه گرفتار شده است چه احساس دلتان پیدا شد؟ من مثال احساس کردم که مثال من خودم به پدر که کلان شدگی هستم آه دل من آنها رو گرفت. تمام میکردن که تو با صغیره بودی یا اینکه هیچی به خونه ما نداره آوردی؟ بله میگفتم وقتی که مثال شوهر من با برادرم گپ میزدم میگفتن که نگون سرت حق الهیام به اکاو به آجا کنه. من دم نزدم اشکای چشمم ریخت و شوهرم گفت که اهمیت نده مادرم عصبایش و ایران است گفتن. یعنی که هم خوشتومانتون نمیخواست که شما با عائله خانواده خودتون هم صحبت شوید و رفت آمد کنید؟ بله نمیخواستم. شما وقتی فهمیدید که خوشتومانتون در صدمه دست و پایش شکسته است با بیمارخانه رفتید عیادت کردید؟ بله به عیادت خوشتومانم رفتم خوشتومانم رو دیدم. شما گفتید که شوهرم زنی سوم گرفته از او جدا شد. بله. چه طلاق شما رو نبوده؟ عائله دار میشود؟ باز عائله دار شد نمیتونم. شما طلاق طلب نکردید؟ طلاق طلب کردم. مثال چند بار گفت که دم نزد. مثال از یکم وقت پیان میشد میبیاد میگفت که تو زنی من حقوق دارم مثال همراهی تو زندگی کنم من علمی نیست کنم. گفتم بین من و تو دیگر یگان چیز نیست. زندگی پستی بلندی زیاد دارد.
бисёри занҳо хусусан арӯсакон вақте аз шавҳар ҷудо мешаванд роҳгӯ мезананд ва чӣ кор дасташонро намедонанд. خودکشی میکنن آدمایی هستن که مثلا خودکشی میکنن برای بعد میروند. برای بعد میروند مثلا خودشون در آب برای مثلا از زندگی من جدا شده میفته خودشون میپرتویند مثلا ما همین این فکر دستر شما نبود؟ نه این فکر دستر من نبود وقتی که من به خانه مادرم اومدم این خیلی فکر نبود من فقط توش یادم فرزندم بود که مثلا یابانجا کار یابم مثلا کار کنم مثلا فرزندم رو مثلا بابایی رسونم من در مرکز تعلیمی آسیا کار میکنم با فرار شده به حیث فرار کار میکنم. چند مدت کار میکنم؟ مدت 1 سال میشود. یعنی که شما همه زندگی خود رو همراه دخترچه‌تان از حساب معاش خود پیش برده شده؟ پیش برده شده. آدمایی که مثلا خودشون به همین راههای بد میرن مثلا خواهش میکنم که مثلا خودشون برن کار کنند و مثلا فرزند داشته باشن خودشون فرزندشون در تعلیم خودشون مثلا نگاه و بین کنند و یک لقمه نان حلال بله یک لقمه نان حلال خودشون رو یا اند فرزندشون رو با راهی راست و با راهی نقص هدایت کنند و دل شکسته نشوند.